سوال همین که پیش از سوال همین قبول من طوری چند سال می شود که از خود رضاکنی وابستگی دارم و کوشش دارم که دعا دارم که از الله تعالی از این کار افلاسکاری مرا نجات دهد. سوال این که حالتهای می شود که در کار یا که در یکان جای دیگر شرایط غسل کردن نیست ولی شرایط طهارت کردن هست. ممکن است که در همین حالت طهارت کنم، نماز را خوانم که برای خطا نشوند. الله شما راضی باشد. اولش اینکه این عمل گناه است و این عمل برای آدم ضرر دارد. وقتی عائله دار میشید بعد ضررش میفهمید، بعد دیر میشد. بنابراین بر وقتی که جوان که به بلاغت رسید باید خانه‌دار شود و همیشه همسرش در پهلوش باشد تا اینکه دست به گناه نزند. بنابراین کوشش کنید همه کارا مانید اول عائله دار شوید. این دنیا وقتی که به سن 25 و 27 و 29 در آمده زن میگیرید و دیگر اون معنا نمیتیهد، اون لذتش گم میکنه حیات دنیا. بنابراین بر وقت خانه‌دار شدن در کار تا اینکه آدم هم جسمشه حفظ کند. یک موی سفیدی 100 ساله وقتی که از این طرفی جویبار کلام به اون طرفی جویبار می جهد، جوانا وقتی که می جهند همشون به آب می افتن، این موی سفید به اون طرف می گذرد. در کتاب جامع العلوم و الحکم آوردن. بعد جوانا می پرسد که موی سفید این چه خیلی شما به این قدر 100 ساله شدید و از ما دیده خوبتر هستید؟ بعد که اعضاء حفظناها لله فی الصغر، این اعضاها را ما در ایام جوانی به خاطر الله حفظ کردیم از گناه. فحفظها الله لنا فی الکبر، امروز در ایام بزرگسالی ما الله تعالی اعضاهای ما حفظ کرد. هر یک اعضا، پوست، دندان، قلب، جگر، معده، روده، تمام اعضاها اگر همین اعضاهای به گناه کاربست نکنید الله تعالی عمرش طولانی میکند غالبا، یعنی در اکثر وقت. گاه الله تعالی همچون امتحان درد میدهد، ولیکن اگر انسان همین اعضاها که گناه نکند این اعضاهای خدمتش طولانی میشد. وقتی که اعضاهای تناسل هم انسان به گناه صرف میکند بعد خدمتش موقتی میشد. بعد بینید که فقط دارو میکابد و دیگر از کار میبراید، در پیش زنها هم آبرو ندارد. برای همین نکنید این کار، خانه‌دار شوید. خب مسئله دیگر، وقتی که انسان جنابت رسید لیکن برای غسل کردن شرایط نیست، آب نیست، می شود مثلا در یک بکلشکه یا یک ترماس یک لیتر آبی جوش خریده میبیده از یکان قهوه خانه، بعد با 2-3 لیتر آبی خنک آمیخته کرده غسل میکنید. این یک علاجش. یا در بسیاری کشورها، من دیروز از بلژیه میگذشتیم، از فرانسه به گرمانیا می آمدیم، یک زپرافکا در آمدیم، چند زپرافکا همین خیلی، یعنی حاجت خانه هم دارد، دوش هم دارد، 2 یوره، 10 دقیقهش 2 یوره مثلا. می‌دارید در همین خیلی جاها غسل میکنید. این در تاجیکستان هم بود، همین خیلی دوش‌های 10 سامانه برای مسافرها، برای آدمایی که راه گذر هست خاصتا باید خاصتا فور های میکردگی ها یا ترک های میکردگی ها در امریکا، اینا همین خیلی زپرافکا ها میدارن، دوش میکنن، غسل میکنن. یعنی همین خیلی شرایط کمتر 1.5 کیلومتر 2 کیلومتر انده باشد تیمم جایز نیست. اول آبی گرم میجوید، اگر در همین حالت هم یافت نشد یا اتفاقی آبی گرم در یک کارخانه ساختمانی مشکل نیست یافتنش. اگر امکان باشد بخشش، اگر امکان نباشد فقط امکانی طهارت کردن باشد، بله در این حالت تیمم میکنید. باز احتیاطاً برای سبک کردن و رفعی جنابت طهارت هم میکنید، لیکن تیمم حتمی.
بله. استاد جان من هم زن دارم. آب هست ولی جای دوش نیست و جای هست که مهلت کمای وقت کمای باید آب هست، آب مهیا است، نه اینکه جایی که دوش نیست وقتی نماز گذشته است. برای همین گفتم که فهمم که اما طهارت کنم. مثلا یک آدم خیست 5 دقیقه وقت دارد برای نماز قضا میشد، آبی گرم دارد، حاجت خانه دوش دارد و لیکن وقت می رود اگر غسل کند، در این حالت تیمم نمی کند. این تیمم فقط به نماز عید و به نماز جنازه اگر وقت می گذرد ولی صاحب معید خودش نباشد، شما بیگانه هستید به معید، شما گپی شما اونجا نمی گذرد که مقصد مردم رو گوید که کم 5 منوت 5 دقیقه طاقت کنید و من طهارت کنم بعد جنازه میخونیم، گپی شما نمی گذرد، شما صاحب معید نیستید. در این حالت شما تیمم میکنید و به جنازه اشتراک میکنید، چون که جنازه یعنی میگن قضایی ندارد. اگرچه پیامبر صلی الله علیه و آله به بعض صحابه هایی که از جنازش حضور نداشتن در جنازش رفته در بالای قبرش نماز جنازه خوانده، لیکن در مذهب ما به نماز جنازه و به نماز عید فقها ذکر کردن در کتابا که نماز عید هم که تکرار نشونده هست و اگر قضا شود بدیل ندارد، اجازت هست تیمم کردن. گفتم اگر طهارتش شکست تیمم کند، ما اگر به طهارت مشغول شود نماز عید فوت می شده باشد اجازت هست تیمم کردن، لیکن به نمازهای پنجگانه اجازت نیست. مثلا آبی گرم دارید، امکانیت غسل کردن دارید و اگر غسل کنید وقتی نماز میگذره نه، در این حالت غسل میکنید بعد نماز میخونید، گناهکار میشید برای بی اهمیتی و برای خنک نظریتان به این عبادت. لیکن اگر این عذر سبب داشته باشه، مثلا خوابتان برد بودیلنی که نفهمیدید، هیچ کس بیدار کرد شما نفهمیدید واقعا، یا اینکه نماز فراموش کردید، یکی به خاطرتان آمد که 5 دقیقه مونده و حالا که شما جنابت دارید، در این حالت اول غسل میکنید بعد نماز میخونید.